امروز داستان دیگر از داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو با هم میخوایم بخونیم. داستان صحابیی که شاید برای خیلی از ما جدید باشه. شخصیتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جزو 4 نفری است که در مکه میگه من امیدوارم که اینها از شرک دور باشن و خداوند اسلام رو نصیب اینها بکنه، که یکی از اونها کیه؟ حکیم ابن حزام. حالا من گفتم حزامم دیگه، این که تکراری که در زبان گاهی میاد. حکیم ابن حزام یکی از 4 نفری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه آرزو میکنه این مسلمان بشه. میگه که شما آیا تا در مورد این صحابه قصه شنیدید؟ خب برای خیلی ما ممکنه ناآشنا باشه، اما تاریخ نقل کرده که این شخص یعنی کسی است که در داخل کعبه مکرمه به دنیا اومده. خوب نکته رو داشته باشید، ایشون تولدش در داخل کعبه هست. داستان تولد ایشون هم جالبه. میگن که خلاصه داستان قصه تولد ایشون اینه که ایشون مادرش با تعدادی از زنها و بالاخره رفقایی که داشتن در یک روزی که بالاخره در کعبه باز شده بود، یک مناسبتی و هرچی بود، میرن به تماشای بالاخره درون کعبه. بت‌ها بوده دیگه، بت‌های متعددی در اونجا وجود داشته، به تماشای این بت‌ها یا تبرک یا هر چیزی دیگری که بوده. و خب ایشون باردار هم بوده. همین حکیم ابن حزام رو چیکار که باردار بوده ایشون. شرایط بالاخره درد میگیره ایشون رو، در اون وضعیت ناچار میشن که همونجا ایشون مادر وضع حمل بکنه، براش امکانات بالاخره وضع حمل رو فراهم میکنه و در همونجا حکیم ابن حزام یا حزام چیکار میشه؟ به دنیا میاد. و جالب اینجاست که حکیم ابن حزام ابن خویلد، حکیم ابن حزام ابن خویلد هست. این کی هست؟ این پسر برادر، دقت کنید، پسر برادر ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها هست. حکیم ابن حزام ابن خویلد پسر برادر ام المؤمنین خدیجه هست. حالا از همه اینها که بگذاریم، حکیم ابن حزام ایشون در یک خانواده با اصل و نسب و ریشه‌دار و ثروتمندی هست. موقعیت خیلی خوبی هم داره، ثروت زیادی هم داره. خودش هم شخص عاقل و شخص بسیار حکیمی، همینجوری که اسمش بود، واقعا حکیم اهل حکمت بود در بین مردم و رهبری قوم خودش رو به نوعی داشت. و حتی یک بحثی رو به عنوان میگن، یک پستی رو بود، مثلا شما میگید پست فریادرسی یا کمک رسانی، اونجا یک منصبی در بین عرب بود به نام میگفتن منصب رفاده. رفاده یک موقعیتی بود که مسافرانی که می اومدن، کسی براش اتفاقی میافتاد، چیزی بود، این پست مخصوص، یعنی فرض کنید یک اداره مخصوصی که به اصطلاح امروز میگیم به فریادرسی مسافران یا درماندگان میشه، این به خاطر این موقعیت خاص این مسئول این پست هم در بین سرزمین، در بین عرب ها بود. و جالب اینه که اینها وقتی که در همون زمان جاهلیت می اومدن برای مراسم حج و اینها، تا میتونست از اون ثروت و دارایی داشت صدقه میداد، انفاق میداد. و از همه مهمتر حکیم ابن حزام دوست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. این نکته خیلی مهمیه. ایشون دوست و یار صمیمی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود قبل از اینکه پیامبر بخواد به پیامبری برگزیده بشه. و میشه گفت ایشون از نظر سنی 5 سال از پیامبر بزرگتر بود. 5 سال از نظر سنی بزرگتر بود. تاریخ نقل کرده که ایشون میگه زمانی که عبدالمطلب عبدالله رو میخواست قربانی بکنه، چون ایشون نیت کرده بود به من 10 تا بچه داده بشه، حالا بت‌ها یا هرچی بود، من یکی از بچه‌هامو قربانی میکنم. میگه در اون زمان من بودم، یادم میاد که میخواست عبدالله رو قربانی بکنه، که بعد مثلا با شترها عوض کردند و با قربانی کردن شترها قرعه زدن. من اون خاطره رو بیاد میارم. 5 سال حکیم ابن حزام از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بزرگتر بود، اما با وجود این دوست صمیمی پیامبر بود، همراهش بود، هم مجلسش بود و پیامبر هم نسبت به ایشون علاقه زیادی داشت و صحب و محبت زیادی بین اینها بود. این مال قبل از بعثت پیامبر هست. و از اون طرف وقتی که پیامبر با خدیجه ام المؤمنین رضی الله عنها هم که ازدواج کرد، خب خدیجه هم کیه؟ عمش بود. بیشتر محبت اینها بیشتر شد، رفت آمدشون بیشتر بود. و نکته‌ای که قابل اهمیت هست این بود که همه انتظار داشتن که این باید حکیم ابن حزام اولین کسانی باشه که اسلام رو میاره، هم دوست پیامبر، هم بالاخره رابطه صمیمی، انسان نیک و خیرخواهی بود. اما متاسفانه حکیم ابن حزام در فتح مکه مسلمان میشه. در فتح مکه، یعنی شما تصور کنید 13 سال و از اون ورم حدود 8 سال بعد از 20 سال 21 سال بعد از دعوت اسلامی این مسلمان میشه. 20 سال. چرا که
این نکته خیلی قابل تأمل، یعنی 20 سال از دعوت اسلام میگذره بعد حکیم ابن حزام مسلمان میشه، در صورتی که شخصیتی مثل ایشون از نظر دوستی، از نظر عقل، رجاحت، نسبت، فامیلی، ارتباطات باید خیلی زودتر از این اسلام رو میپذیرفت و هدایت میشد. اما مشیت الهی اینجوری بود و اون بحث عصبیت و جاهلیت و رگ و ریشه هایی که وجود داشت اثر داشت. میگن خیلی مهمه که نقل میشه که میگه که ما تعجب میکنیم، همه اصلا تعجب میکنن وقتی تاریخ نگاران نگاه میکنن و حتی خود مسلمانان، چرا حکیم ابن حزام این با تأخیر مسلمان شد. گاهی هم عجب و خودبینی ممکنه این حالت رو پدید آورده باشه، چون خیلی در بعثت پیامبر دیدیم خیلی از دوستانشون هم یه دفعه دچار حالتی شدن چرا اون پیامبر بشه، چون براشون خیلی مهم بود. در هر صورت این گونه نشد که در اون ابتدایی مسلمان بشه، اون شیرینی ایمان رو بچشه، اما بعد از اینکه مسلمان شده بود نقل میکنن همیشه انگشت ندامت رو میگزید و میگفت من که کاش این شیرینی ایمان، این کاش این شیرینی حقیقت، این کاش شیرینی بندگی و توحید رو زودتر میچشیدم. هر لحظه که از عمر من الان میگذره و من پشیمونم که چگونه این سالیان سال رو من از دست دادم در حالی که در شرک و در گناه بودم. میگه پسرش هر وقت اون رو میدید گریه میکنه. میگو بابا چرا داری گریه میکنی؟ میگفت چیزهای زیادیه که وادار میکنه من که گریه کنم. یکی از مهمترین چیزها اینه که چرا من در پذیرش اسلام اینقدر درنگ کردم، چرا اینقدر من تأخیر کردم، در حالی که من میتونستم در موقعیت‌های خاص اسلام رو بپذیرم. من الان حاضرم تمام هر آنچه که روی زمین هست دارم در راه خدا بدم، اما ای کاش که اون اشتباهات گذشته رو نمی کردم. چرا که این لحظات و این فرصت ها همه از دست من رفته. من در جنگ بدر در برابر پیامبر بودم، حالا خدا منو نجات داد. در جنگ احد با خودم میگفتم همیشه که من چرا قریشو دارم حمایت میکنم در برابر رسول خدا، چرا از مکه نمیرم به مدینه. اما متاسفانه میگه شرایط جاهلیت و عصبیت و همه این موارد سبب شده بود من در اسلام آوردن خودم تأخیر بکنم، تا اینکه میگه من تصمیم گرفتم بالاخره من هم مسلمان بشم. اما زمانی بود که دیگه دیر شده بود و من عمرمو در جاهلیت گذرونده بودم و ای کاش این چنین نمی کردم. و این مواردیه که ایشون داره برای پسرش نقل میکنه و گریه میکنه. کاش از راه آب و اجدادم پیروی نمی کردم، کاش از سخن بزرگان در اون موقع گوش نمی کردم. میگه پدر من همچنین گریه میکرد، میگه بابا اینجوری و از این درد دلها. بله واقعا جای تعجب هم داره آدم وقتی میبینه شخصیتی مثل حکیم ابن حزام چرا در اسلام آوردنش اینقدر تأخیر میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خیلی علاقه داشت نسبت به حکیم ابن حزام و این آدم با خرد و با فهمی میدونست و میگفت حیف شخصیتی مثل ایشون که داره اینقدر حکمت، اینقدر اخلاق و رفتار خوب، این همه دست باز به خیرات اینها داره، در پذیرش اسلام اینقدر تأخیر کرده. میگن در شبی که قبل از اینکه فتح مکه باشه بالاخره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مورد ایشون گفت، چون میگن ایشون و ابو سفیان و عباس اینها اومدن پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اسلام رو آوردن. بعد پیامبر گفت که در همون شب که در مکه 4 نفرن که اینها من امیدوارم از شرک دوری بکنن و امید دارم دوست دارم که اینها اسلام رو بپذیرن. میگه صحابه گفتن یا رسول الله اینا کیا هستن؟ میگه پیامبر گفت عتاب ابن اسید، جبیر ابن مطعم که در داستان وحشی گفتیم جبیر کسی بود که اونجا عموش کشته شده، وحشی رو مأمور کرد برای شهادت رسوندن حمزه سید الشهدا. حکیم ابن حزام پیامبر میگه سومیش حکیم ابن حزام و چهارمی سهیل ابن عمرو هست که میگه فضل الله شامل اینها شد و هر 4 نفر اینها مسلمان شدن. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مکه را هم فتح کرد اکرام کرد حکیم ابن حزام رو و فرمان داد اونجا اعلام بکنن به همه که هر کسی که شهادت به لا اله الا الله محمد رسول الله بده و الله رو به یگانگی بدون شریک قبول بکنه این در امنیت هست. همینجوری هر کسی که در کعبه بیاد و اسلحه‌شو زمین بذاره در امنیت، کسی بهش کار نداره. هر کسی هم تو خونش باشه در خونش رو باز نکنه که خدای نکرده تصور بشه که وارد جنگ شده، این هم در امنیته. هر کی در خانه ابو سفیان هست در امنیته، هر کی در خانه حکیم ابن حزام هست در امنیته. میگن خانه ابو سفیان، خانه حکیم ابن حزام پایین مکه بود و خانه ابو سفیان در بالای مکه بود. بالاخره حکیم ابن حزام مسلمان شد و تمام عقل و خرد و ایمان خودش و روح خودش رو دیگه در راه اسلام قرار داد و وجود خودش رو ممزوج کرد، تار و رگ و اعصاب و درون خودش رو، تک تک سلولهاش رو با دین اسلام و سعی میکرد در هر موقعیتی در هر شرایطی کارهایی رو بکنه بتونه جبران کنه اون اشتباهایی رو که در دوران جاهلیت کرده و تا میتونست انفاق میداد و
واقعا هم این چنین بود. میگه با خودش عهد کرده بود که هر آنچه که در راه دشمنی با رسول خدا صلی الله علیه و سلم انفاق کرده، بیشتر از اون الان در راه دفاع از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انفاق بکنه. حتی نقل شده که ایشون محل دارالندوه، محلی بود که قریش همیشه در اونجا جمع میشد و جلسات تشکیل میداد و دارای اصلا ریشه تاریخی، یک مسئله محل منطقه تاریخی برای عرب قریش بود، اونجا رو عهد کرد که خرید، بعد این پولش هم در راه خدا داد و یعنی فروخت اونجا رو، محل رو، که دیگه اون محل دیگه فراموش بشه، محلی که درش یک زمانی اداوت برای اسلام و مسلمانان بودش. چرا که میگه یک روز اون علیه مسلمانان در اونجا نقشه کشیده میشد و به هر طریقی ایشون میخواست چیکار بکنه، یعنی جبران بکنه اونها رو. میگفتم مثلا در یک جریانی ایشون 1000 درهم بخشید به مثلا مردم و بخشش کرد و بعد از اینکه اسلام آورده بود. حتی در مورد همون جریانی که بهش گفته که گفت چرا اومدی محلی که نزد قریش اینقدر مهم بود، عمو بهش گفت، پسر برادرش گفت فروختی، گفت برای اینکه اینجا محلی بود که به اسلام و مسلمانان ضربه زد و امروز که تقوا در سینه من بوده اومده، من نمیخوام دیگه اونجا باشه، من میخوام این پولی که اینو فروختم بدم برای خودم یه خونه در بهشت بگیرم و من شهادت میدم که از این لحظه به بعد تمام زندگی و جان من در راه خدا خواهد بود. با ما همراه باشید تا در جلسه بعد قسمت دوم داستان حکیم ابن حزام رو با هم بخونیم. خدا یار نگهدارتون.